آدما وسیله نیستن که هر وقت خواستی باشن، هر وقت هم نخواستی پرتشون کنی یه گوشه. چرا حرف مردم اینقدر برات مهمه؟ گور بابای حرف مردم. این مردم روز خاکسپاری اگه بارون بیاد تو مراسم شرکت نمیکنن تا لباسشون خیس نشه. اگه فکر کردی یه چیزی رو از ته دل دوست داری، هیچ وقت ولش نکن، چون ممکنه دوباره تکرار نشه. چیزی که غلطه. هر کی میخواد گفته باشه، هر جام نوشته باشه. ببین، دنیا همه رو زمین میزنه، اونی سرش بالاست که کلک تو کارش نباشه. میدونی چیه مامان؟ آدم بمیره خیلی بهتر از اینه که خل بشه ولی فکر کنه سالم. مامان بابا خیلی خوبه، به خدا. وقتی نیستم میفهمی. اگه همیشه همین کارو بکنی، محکم راه بری، محکم حرف بزنی و محکم وایسی و به خودت بگی تو یه آدم برنده‌ای، آدم‌ها همینجوری تو رو میبینن. زیادم که نجیب باشی با اسب اشتباهت میگیرن.